درود و مهر. چون شب 36 برآمد، شهرزاد گفت: ای ملک جوانبخت، چون خلیفه گفت من خطی به سلطان محمد ابن سلیمان زینی نویسم، علی نورالدین گفت: چگونه می شود که صیادی به ملوک خطی نویسد؟ هرگز این نخواهد شد. خلیفه گفت: راست گفتی، ولیکن من سبب را با تو بازگویم که من او در یک دبستان پیش یک آموزگار بودیم. او را بخت یاری کرده سلطان بصره شد و خدا مرا صیاد کرد. اما او بسیار وفادار و حق شناس است. من هیچ تمنا از او نکرده ام مگر اینکه حاجت من برآورده. علی خاقان چون این بشنید گفت: بنویس. خلیفه قلم و دوات گرفته پس از نوشتن بسم الله نوشت که این کتاب از هارون الرشید ابن مهدی است به سوی سلطان محمد ابن سلیمان زینی که پرورده نعمت من است و او را به پاره ای از مملکت خود نایب کرده ام. باید در همان ساعت که این کتاب زیارت کند و این خطاب بشنود خیشتن از نیابت معزول دانسته علی ابن خاقان را بر جای خود بنشاند و فرمان را مخالفت نکند و سلام. پس نوشته را به علی ابن خاقان داد. علی ابن خاقان کتاب گرفته در حال از ایوان به زیر آمد و به بصره روان شد. آنگاه شیخ ابراهیم با خلیفه گفت: ای پسترین صیادان، 2 ماهی برای ما بیاوردی که به نیم درهم ارزش نداشتند. 3 دینار از ما بگرفتی، اکنون میخواهی کنیز را نیز از دست ما بگیری؟ خلیفه چون این سخن باغبان بشنید بانگ بر وی زد و به مسرور سیاف اشارت رفت که خود را آشکار کند و به شیخ حمله آورد. و اما جعفر وزیر در همان ساعت که خلیفه جامه به صیاد داده بود کسی را به دارالخلافه فرستاد که جامه برای خلیفه بیاورد و از قضا جامه حاضر آورده بودند. در حال خلیفه جبه و دستار کریم صیاد برکند و بدان شخص که جامه آورده بود بداد و خود جامه های خلافت در بر کرد و پیش ابراهیم بایستاد. شیخ ابراهیم چون خلیفه را دید بشناخت، مبهوت شد و از شرمساری انگشتان همی خایید و با خود می گفت که من به خواب اندرم یا بیدارم. خلیفه گفت: ایها الشیخ، این چه حالت است؟ شیخ را مستی از سر برفت و خیشتن از کرسی به زیر انداخته زمین ببوسید و این 2 بیت برخواند: این 2 چیزم بر گناه انگیختند، بخت نافرجام و عقل ناتمام. گر عقوبت می کنی مستوجبم، ور ببخشی عفو بهتر که انتقام. پس خلیفه از او درگذشت و کنیز را فرمود که باید به دارالخلافه روی. چون کنیز به دارالخلافه رسید خلیفه برای او منزلی جداگانه داد و خادمان و کنیزان برای او گماشت و با او گفت: بدان که خواجه تو را به سلطنت بصره فرستادم، ان شاء الله تعالی خلعت برای او همی خواهم فرستاد، تو را نیز با خلعت روانه سازم. کنیز در منزل خود بنشست و اما علی ابن خاقان همی رفت تا به بصره رسید و به قصر سلطان برفت و فریادی بلند برکشید که سلطان فریاد وی بشنید و او را بخواست. چون در پیش سلطان حاضر شد کتاب خلیفه بدو داد. چون خط خلیفه بدید بر پای خاست و 3 کرت کتاب ببوسید و گفت: به جان و دل فرمان خلیفه پذیرفتم. پس 4 قاضی و وزیر و امیران را بخواست که خیشتن معزول کرده ولایت به نورالدین بسپارد. در حال ابن ساوی وزیر حاضر شد. سلطان کتاب خلیفه بدو داد. چون کتاب بخواند بدرید و بر دهان نهاده بخایید. سلطان محمد در خشم شده گفت: این چه کار است که کردی؟ معین ابن ساوی گفت: علی ابن خاقان خلیفه را ندیده و با وزیر او نیز ملاقات نکرده، بلکه ورقه‌ای به دستش افتاده که از خلیفه توقعی در آن ورقه بوده است و از مکاری هرچه خواسته نوشته است. چرا تو فریب تزویر او را خورده خیشتن را معزول می کنی؟ نه از خلیفه توقعی رسیده و نه خلیفه کسی را فرستاده. اگر او را سخن راست بودی حاجبی با خیشتن بیاوردی. تو اکنون او را به من بسپار که من او را به زندان کرده حاجبی به شهر بغداد بفرستم و چگونگی معلوم کنم. سلطان محمد را تدبیر او پسند افتاد و به خادمان گفت: علی ابن خاقان را بر زمین افکنند و چندان بزنند که بیهوش شود.
پس از آن به حکم سلطان بند بر پایش نهادند و به زندانبانی که قتیت نام داشت فرمان رفت که نورالدین را در زندان کرده شب و روز او را بیاسارد. و زندانبان علی ابن خاقان را به زندان برد و مصطبه را رفته و آب زده فرش بگسترد و متکا بنهاد. علی ابن خاقان را بدانجا نشاند و بند از او برداشت و نکویی به او همی کرد. و اما سلطان همه روز زندانبان حاضر آورده به آزردن علی نورالدین تأکید می کرد و زندانبان چنان می نمود که آزارش همی کنم، ولی مهربانی می کرد تا اینکه 40 روز بر این بگذشت. روز 41 هدایا از جانب خلیفه آوردند. سلطان محمد را شگفت آمد و با نزدیکانش مشورت کرد که این هدایا چیست و از بهر کیست؟ همگی گفتند هدایا از بهر سلطان جدید است، مگر معین ابن ثابی که گفت میبایست روز نخست او را بکشی. سلطان گفت کشتن او را خوب به خاطرم آوردی، اکنون به زندان رو و او را بیاور تا بکشم. ابن ثابی گفت همی خواهم که منادی در شهر ندا دهد که هر کس قصد تماشای کشته شدن علی ابن خاقان دارد پای قصر حاضر آید تا اینکه مردم شهر جمع آیند و دشمن مرا بدین حالت ببینند. سلطان گفت هر چه خواهی بکن. پس وزیر از نزد سلطان برآمد و با شحنه گفت که منادی بفرستد و بدان گونه ندا دهد. چون منادی ندا در داد مردم محزون و گریان شدند و کودکان نیز در دبستانها از شنیدن آن ندا بگریستند و گروهی از مردم به پای قصر شتافتند و گروهی با وزیر به سوی زندان رفتند که نورالدین را بیاورند. چون وزیر با خادمان به زندان رسید بانگ بر قتیت زندانبان زد که آن ناپاک را بیاورند. قتیت گفت ایها الوزیر، بس که او را آزرده ام نزار گشته و از هلاکش چیزی نمانده. پس قتیت به زندان اندر شد و جامه های نورالدین برکند و جامه های کهنه بر وی بپوشانید و به نزد وزیرش آورد. نورالدین دشمن خود را دید که به انتظارش ایستاده و به کشتن او آماده است. گریان شد و گفت از مکافات دهر ایمنی؟ ابن ثابی گفت ای پسر فضل، مرا با این سخن میترسانی؟ امروز تو را بکشم و دماغ مردم بصره بر خاک مالم و سخن تو را نشنوم و گوش به سخن شاعر همی کنم که گفته است دمی آب خوردن پس از بدسگال به از عمر 70 و 80 سال. پس ابن ثابی گفت علی ابن خاقان را بر استری بنشانند و بر کوچه و بازار ندا همی دادند که این است پاداش آن که بر خلیفه دروغ بسته و در فرمان خلیفه تزویر کند. چون به شهر اندر بسی گردانیدند آنگاه به پای قصر بیاوردند و به جلادش سپردند. جلاد به نورالدین گفت المأمور معذور، اگر حاجتی داری با من بگو که از زندگی تو ساعتی بیش نمانده و چون سلطان در منظره ایوان نشیند تو کشته خواهی شد. علی ابن خاقان به چپ و راست نگاه کرد، گریان شد. مردم نیز بر احوال او بگریستند. جلاد برخاسته قدحی آب به او داد. ابن ثابی چون این بدید از جا برخاسته قدح بشکست و آب بریخت و بر جلاد خشمگین شد و به کشتن نورالدین فرمان داد. مردم بصره این گونه رفتارهای ابن ثابی را به خویشتن هموار نکرده و او را دشنام دادند و نفرین همی کردند که گردی برخاست. چون سلطان گرد را بدید گفت که از سبب گرد مرا خبر دهید. وزیر گفت بفرما نخست علی را بکشند. سلطان گفت تا سبب گرد ندانم نخواهمش کشت. قضا را آن گرد از جعفر برمکی وزیر و سواران او بوده است و سبب آمدنش این که خلیفه 30 روز پس از فرستادن علی ابن خاقان بنشست و حکایت او را فراموش کرد تا آنکه شبی به قصری که انیس الجلیس در آنجا بود برفت، آواز انیس الجلیس را بشنید که غمین و حزین همی گریست. پس خلیفه در بگشود. انیس الجلیس را نظر بر خلیفه افتاد، برخاسته 3 کرت زمین بوسید. خلیفه گفت کیستی و بهر چه گریانی؟ انیس الجلیس گفت من هدیه علی ابن خاقانم و همی خواهم که به وعده خیشتن وفا کنی و مرا با خلعت به سوی او بفرستی. خلیفه را دل بر وی بسوخت. جعفر برمکی را بخواسته گفت
اکنون 30 روز است که از علی ابن خاقان خبری نرسیده. گمان دارم که سلطان او را کشته باشد. ولی که ای جعفر، بر تربت پاک پدرانم سوگند که اگر با او بد کرده باشند به پاداش کردار بد ایشان را هلاک همی سازی. و همین ساعت تو باید به بصره سفر کنی و از کار سلطان محمد ابن سلیمان با علی ابن خاقان آگاه گشته مرا خبر دهی. جعفر برمکی فرمان پذیرفت و روان گردید. چون جعفر به بصره رسید و هجوم مردم را بدید، از سبب جمع آمدن مردم باز پرسید. سبب را بیان کردند که علی ابن خاقان را همی خواهند بکشند و مردم به تماشای او گرد آمده اند. چون جعفر این بشنید تند براند و زودتر به نزد سلطان رسید و با هم سلام کردند. جعفر وزیر فرمان خلیفه با سلطان محمد باز گفت و سلطان را با وزیرش معین ابن ساوی بگرفت و علی ابن خاقان را بر جای وی به سلطنت بنشاند و 3 روز در بصره بماندند. بامداد روز 4 علی ابن خاقان با جعفر برمکی گفت زیارت خلیفه را بسی آرزومندم. پس جعفر با سلطان محمد و معین ابن ساوی و علی ابن خاقان به بغداد روان گشتند. چون به بغداد رسیدند به بارگاه خلیفه حاضر آمدند و خلیفه را از ماجرای علی نورالدین آگاه ساختند. خلیفه به خشم اندر شده با نورالدین گفت شمشیر بگیر و ابن ساوی را بکش. علی ابن خاقان شمشیر گرفته پیش رفت. ابن ساوی نیازمندانه نظری کرد و گفت اگر من به مقتضای فطرت خیش بد کرده ام، تو به مقتضای سجیت نیک خود پاداش بد مده. علی ابن خاقان شمشیر بینداخت. خلیفه گفت ای نورالدین، او تو را بفریبد. پس خلیفه با مسرور گفت تیغ بردار و این ناپاک را بکش. مسرور وی را بکشت. خلیفه با علی نورالدین گفت آنچه آرزو داری از من بخواه. علی ابن خاقان گفت خدا خلیفه را مؤید بدارد، مرا به مملکت بصره حاجتی نیست. من حضور خلیفه را بیش از همه چیز آرزومندم. آنگاه خلیفه انیس الجلیس را حاضر کرده به نورالدین بذل نمود و قصری از قصرهای عالی بنیان به دیشان داد و ضیاع و عقار و سایر مرتبات بهر او ترتیب داد و او را از ندیمان خود گرفت و نورالدین با عزت و رفاهیت همی زیست تا مرگش در رسید. شهرزاد قصه به انجام رسانیده گفت ای ملک، این خوشتر از حدیث فرزندان ایوب بازرگان نیست و آن این بوده است که حکایت ایوب و فرزندان. در عهد گذشته بازرگانی بود توانگر و پسری داشت چون آفتاب درخشنده که غانم ابن ایوبش گفتندی و این پسر را خواهری بود که از بسیاری حسن و نکویی فتنه اش می نامیدند. چون پدر ایشان بمرد بسی مال به میراث بگذاشت. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. یاران و همراهان عزیز، از اینکه تا انتهای حکایت با ما همراه بودید سپاسگزارم. ممنونم که با لایک و سابسکرایب به ما انرژی میدید. تا درودی دیگر، بدرود.